این پیغامیه که ما به دیگران، به فرزندانمون و به دوستانمون میدیم. اگر میخواید که فرزندانی تاب‌آور و با نشاط داشته باشید، در لحظه کنارشون قرار بگیرید. یاد وصیت‌نامه گابریل گارسیا مارکز افتادم که میگه اگر میدونستم امروز آخرین باریه که از خونه بیرون میری، با تمام وجود در آغوش میگرفتمت. یا به فرزندم بال میدادم بدون اینکه در چگونگی پروازش دخالت کنم. پس وقتی حرف از ارزش ها میزنیم، منظورمون حضور و رفتاری ارزشمند با چرایی معلوم و مشخص برای خودمونه. همیشه آنچه را بگو که احساس میکنی و عمل کن به آنچه میاندیشی. اگر بدانم امروز آخرین بار خواهد بود که تو را خفته میبینم، با تمام وجود در آغوش میگرفتمت و خداوند را به خاطر این که توانستم نگهبان روحت باشم شکر میگفتم. اگر بدانم امروز آخرین بار خواهد بود که تو را در حال خروج از خانه میبینم، آغوش میکشیدمت، میبوسیدمت، فقط برای آن که بیشتر بمانی صدایت میزدم.